سلام عشقای داداش، حالتون چطوره؟ امروز براتون بهترین و وانشات ترین اتچمنت HS این سیزن رو آوردم. این اتچمنت هم با پرک میزنه هم بدون پرک، هرچی بزنی وانشاته. بیشتر موقع تک شات میزنه، اگه انمی تک شات نشه با دو شات 100% میندازتش. هم هیپ فایرش خوبه، وان تپاش هم که دیگه از فاصله نزدیک بزنید 100% وانشاته. اتچمنت هم براتون آخر ویدیو گذاشتم. وقتتون رو نمیخواستم زیاد بگیرم، به خاطر همین تایم ویدیو رو کم کردم. فقط قبل اینکه برید اتچمنت رو بردارید، لایک این ویدیو رو بزنید، چنلمو ساب کنید و یه کامنت مشتی هم برام بذارید. و یه مسئله دیگه در مورد کلن، من کلن رو زدم توی ویدیو قبلی هم گفتم، ولی کلا 4-5 نفر اومدن برای کلن. حالا آیدی تلگراممو توی کامنت ها پین میکنم، اگه دوست داشتید بیاید توی تلگرام بهم پیام بدید تا عضو کلنتون کنم. هیچ تستی هیچی هم نمیخواید بدید. یه نکته دیگه هم که میخواستم بهتون بگم اینه که این اتچمنت رو بذارید همون روی HS معمولی و روی HS اسکلتی نندازیدش، چون HS اسکلتی سنگینه و خودم هم این اتچمنت رو روش تست کردم، خیلی ضعیف کار میکنه و وانشات های قوی نداره. ولی این اتچمنتی که روی HS معمولی بندازیدش همه رو براتون وانشات میکنه. همونجوری که دارید توی ویدیو میبینید من همه رو باهاش میزنم. چند تا هم سولو به اسکواد زدم، تک به 2 تک به 3. اتچمنتش هم الان میاد روی صفحه، فقط قبلش لایک و سابو بکوب. اینم از اتچمنت، امیدوارم به کارتون بیاد. نظرتونم حتما در مورد اتچمنت توی کامنت برام بنویسید. تا ویدیوی دیگه، خدا نگهدار.